نوبت میرسه برنامه پانتاها که طبق معمول چهارشنبه‌ها میاد توی استودیو و اون کلی خبرهای جالب و باحال از قدیما میگه. مرسی کسرا، مرسی دنیل. درود بر شما. میخوام امروز ببرمتون دورا مرداد 1328 و از اونجا با هم برگردیم جلو. توی مجله خواندنی‌های 1328 مصاحبه دیدم با آلبرت انیشتین. 6 سال قبل از مرگش این مصاحبه باهاش شده. سال 1104 انیشتین فوت کرده و این مصاحبه توی یک دهکده‌ای در آمریکا که انیشتین توش زندگی می‌کرده باهاش شده. انیشتین خودش آلمانی الاصل بوده ولی بعدها به آمریکا مهاجرت میکنه. انیشتین وقتی به دنیا میاد سرش بزرگتر از حالت معمول بوده. تا 3 سالگی اصلا حرف نمیزده و بعدها هم که به حرف میاد یکم با 9 سالگی خیلی بد حرف میزده. اینی که همه فکر میکردن اول که این کند ذهنه، ولی این دانشمند نابغه بعداً نظریه نسبیت رو به جامعه معرفی میکنه و به دنیا معرفی میکنه. خودش تعریف میکنه که وقتی 5 سالش بوده پدرش به قطب نما بهش نشون میده. پدرش یک فروشنده بوده، بهش قطب نما نشون میده و این میبینه که پس توی فضای خالی این قطب نما یه چیزی روی این سوزن قطب نما داره تاثیر میذاره و خودش تعریف میکنه که این اتفاق براش زندگیش رو اصلا متحول کرد و از اونجا شروع شد که فکر کرد که باید بره دنبال یه سری علایقی که داره. توی این مصاحبه که توی یکی از دهکده‌های آمریکا باهاش شده میگه که بعدها از نظریه نسبیت خب بمب اتم هم کشف میشه دیگه، تو همین فرمول پیدا میشه. میگه میگه تأثیر و غم بزرگ من این است که در راه کشف انرژی اتم کوشیدم. میگه من مانند پدری هستم که فرزند خود را گم کردم. من که برای پیشبرد علم و سعادت بشریت مدت 40 سال در راه کشف انرژی اتمی کوشیدم، اینک آن را چون فرزند گم شده ای میپندارم. من آشکارا میگویم که با طریق فعلی که برای استفاده از انرژی اتمی پیش گرفته شده مخالفم و اگر میدانستم ببخشید که کار من با چنین نتیجه‌ای خواهد رسید هرگز با آن اقدام نمی‌کردم. خودش بسیار آدم صلح دوستی بوده و در سن 30 و چند سالگی یک بیانیه‌ای صادر میکنه و تو این بیانیه میگه که من در هیچ جنگی شرکت نمیکنم. اصلا برای من مهم نیست دلیل این جنگ چی باشه. میگه خلاصه توی جنگ رو من حساب نکنید. توی دنیای زن 1352 دیدم یه مصاحبه‌ای با خانم الیزابت تیلر با عنوان زن و زیبایی از نظر زیباترین زن عالم. و خانم الیزابت تیلر اینجا در مورد زیبایی صحبت میکنه و میگه که زیبایی فقط باعث دردسره. میگه اگر که زن زیبا باشه مرد فقط میخواد که باهاش پوز بده. میگه که اگر دیده باشید مردی که زن زیبایی رو داره همراهی میکنه گام‌های کوتاه‌تری برمی‌داره، سینه خودش رو جلو میده و به دیگران فخر فروشی میکنه. میگه چون مرد میخواد در حال بگه که من به چیزی دست پیدا کردم که دیگران نمیتونن این رو به دست بیارن. ولی مشکل قضیه کجاست؟ میگه این مردها به زن زیبا هیچ وقت دل نمیدن، هیچ وقت دروازه دلشون رو برای زن زیبا باز نمیکنن، چون همیشه از این نگرانن که یک مرد ثروتمند دیگه بیاد و اینها رو ورداره و بره. و میگه که همیشه زنهای زیبا بیشتر دنبال عشق میدون، مخصوصا دیگه اگه شهرت هم داشته باشن. دیگه میگه این مرد امکان نداره که بزنی که هم زیبا باشه و هم شهرت داشته باشه دل بده. اینم از مشکلات زیبایی. مرسی پانتا، خیلی جالب بود. مرسی از شماهایی که روی وبلاگ و روی فیسبوک سوالاتون رو مطرح کردین و با هم در تماسید و من سعی کردم که به 1-2 ساعت سوالای اجتماعی شما جواب بدم. دوستتون دارم و تا دفعه بعد. بله، اینم از تونل زمان بود و خبرهای خیلی جالب. مخصوصا خانم الیزابت تیلر که از زیباییش مینالید. من اگر اون دوره زندگی میکردم اصلا قصه نداشتم که انقدر خانم الیزابت زیباست و درای دلمو کاملا باز میکردم. نمیدونم حالا بقیه مردم چجوری بودن.